يزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستند که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شاد و خرم و سعادتمند باشید. از الله تبارک و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر به ما فرصت عنایت فرمود تا در خدمت شما بزرگان و عزیزان بوده باشیم و از الله تبارک و تعالی توفیق و هدایت و استقامت و مدد و همکاری در این برنامه و در طول عمر را خواهانیم انشاءالله. جزاکم الله خیر. برنامه را با سوالهایی که از طریق SMS برای ما بینندگان عزیز فرستادن آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که اهل حدیث چه کسانی هستند؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد، اهل حدیث در مجموع در اصطلاح علمای اسلام از قدیم مدارس اهل سنت یا مدارس اسلامی به دو بخش تقسیم می شد. یکی مدرسه اهل رأی و یکی مدرسه اهل حدیث. مدرسه اهل رأی که بیشتر در گفتمان مذهبی و فقهیشان به قیاس و اجتهادات مبنی بر قیاس ها و بیشتر هم بر اقوال بزرگان و علمای معتبر زمانشان، چون ابراهیم نخعی از علمای تابعین شاگردی او حماد بن ابی سلیمان و امثالی از آنها بود و در رأس این مکتب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی قرار داشت و از اون به بعد به او انتساب یافت. این یک مکتب بود و در مقابل مکتب اهل حدیث به شمار می رفت که امام ترمذی رحمه الله تعالی در سنن ترمذی، امام ابن حبان رحمه الله تعالی در صحیح خود، ابن خزیمه و دیگر علمای حدیث، امام بیهقی رحمه الله تعالی، حتی امام شافعی در مواردی از کتاب ام خود از اون به عنوان اصحاب الحدیث یا اهل الحدیث یاد میکنن و کتاب‌های هم به نام شرف اصحاب الحدیث یا که عقیدت اصحاب الحدیث از امام صابونی رحمه، ابو عثمان صابونی رحمه الله و دیگه ابو احمد حاکم و امثالی از اونها وجود داره. در مجموعه مکتب مبنای بر این بنا بود که اینها نسبت به قیاس و اجتهادات مبنی بر قیاس مسائل بر یک دیگر بیشتر در پیگیری نصوص احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم می شدند و از طریق اون نصوص و از طریق فتاوای منقول از مجموع صحابه کرام که منقول بود، اینها بنیادی آرای مذهبی خود، آرای فقهی را می گذاشتن و با او فتوا می دادن که در این مکتب در مجموع امام مالک رحمه الله تعالی، امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بخاری، امام ترمذی و دیگرها به شمار میرن و کسانی که مثلا از جامعه ترمذی یا که سنن امام ترمذی رحمه الله تعالی در
برنامه الکترونی داشته باشن، اهل الحدیث یا از کتاب‌های دیگر به نام اصحاب الحدیث میتونن که این با سرچ مطالبی به شمار از این به دست بیارن. در مجموع این دو مکتب فقهی بود و به طرز استدلال یکدیگر برمیگشت به نحوه استدلال و طرز عمل کردشان در مسائل فقهی یا که در برابر پرسش‌های پرسنده ها. در مجموع علمای اهل حدیث یا که کسایی که منسوبین به مکتب حدیث که امام شافعی رحمه الله تعالی در اینجا به عنوان گویا مهندس یا که مهندسی این مکتب و شخص بنیانگذار قواعد اساسی تعامل این مذهب هم با احادیث، این مکتب هم با احادیث و هم با مسائل فقهی به شمار می رود و این تقریبا یک نوع تأصیل می باشه از امام شافعی رحمه الله در کتاب الرساله خود که به عبدالرحمن بن مهدی رحمه الله نوشت و دیگرها. در مجموع اینها می باشند مکتبی اهل حدیث به شمار می روند و در بعدها اینها تقسیم شدن به چند مذهبی فقهی متعدد به اساس گرویدگی هر یک از دانشجویان علم حدیث به استادهای خود که از قبیل مذهب امام شافعی رحمه الله تعالی تا به حال هست. مذهب امام مالک رحمه الله تعالی هم با بعض چیزهایی که هست به حساب مکتب فقهی از اونها تا به حال ادامه داره و مکتب فقهی امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی در سرزمین عربستان سعودی و بعضی جاهای دیگه انتشار داره و در عربستان سعودی به حساب مذهب رسمی دولت به شمار می رود. و در کناری از اینها همتای امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهویه رحمه الله بود که در زمان او اهل خراسان تقریبا منسوبین مکتب اهل حدیث تکیه بیشتری به فتاوا و آرای او داشتند و بعد از او محمد بن یحیی زهلی بود. سپس در بعدها امام الائمه ابن خزیمه رحمه الله تعالی که صاحب صحیح است، اون هم مکتب فقهیشان بود که پیروان داشت که از در مسائل فقهی برای آرای و اجتهادات فقهی او اعتماد میکردن و بیشتر او با اعتمادش بالای نصوص منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در و احادیث نبوی و آثار از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بود. ابن جریر طبری رحمه الله صاحب تفسیر که اینها هم تا تقریبا با چند تای دیگری تقریبا از جمله علمایی هستند که آرای فقهیشان موردی اهتمام یا مورد اقتدای جمع زیاد از مسلمانان آن وقتها بود تا سده ششم هجری که حتی در سده ششم هجری نیمه قرن 6 هجری مسجد جامع بغداد کسی که در اونجا امام جامع و خطیب بود آخرین شخصی بود که از آرای فقهی امام اسحاق بن راهویه رحمه الله پیروی میکرد و بر مبنای او فتواهایش بود. چون مذاهب در بعد تحریر نشد، بعد از آمده شخصی به نام ظاهری بیبرس، ملک ظاهری بیبرس که همون شخصی که هم در کنار قدس با هم یک جا لشکر هولاکو لشکر لشکر مغول چنگیزی ها را شکست دادن و دوباره در شام و مصر و اینجاها حاکمیت اسلامی تثبیت شد. یعنی این شخص دوباره بعد در زمان ای، یعنی بعد از ملک قدس که در زمان ای قضا محکمه و قضا بعد 4 مذهب اکتفا کرد. مذهب امام احمد بن حنبل و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی و امام مالک رحمه الله در مسائل فقهی و از هر 4 مذهب به حساب فتوا و برای فتوا و هم برای قضا
موظفین و علمای برگزیده میشد. لذا از اون به بعد همین 4 مذهب در دایره رسمی باقی ماندن و دیگرایش رنگ خود رو باختن کلا. بله، یعنی این موضوع منحصر شدن در 4 از علمای مکتب اهل حدیث و یا که اهل رأی در مجموع، این حصار شدن مذاهب فقهی اهل سنت در 4 مذهب تابع یک برنامه سیاسی یا که ضرورت اداری سازی مکاتب فقهی بود و این محور کلی چیزی را محور کلی حصر را هم نداره و همچنان یعنی حصر در این نیست که بیرون از 4 مذهب هیچ رأی فقهی درست نباشه، چون همگی این ائمه که ما قبلا یادآور شده امام بخاری رحمه الله و دیگرها همگی بدون هیچ یک در مسائل فقهی تابع مطلق اجتهادی یکی از این بزرگا نبودن و علمایی که قبل از اونها بود و پیوسته علمای معروفی هر یکی از مذاهب 4گانه هم که بودن، چون ملا علی قاری رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله، امام نووی رحمه الله و دیگرها حتی بعد از این تدوین هم بعد از این انحصار رسمی در 4 مکتب فقهی هم اینها بس اوقات در کتابهایشان تحریر کردن و نوشتن و در جاهایی که رأی مذهب دیگر مخالف با مذهبشان می بود از او پیروی میکردن و با هم در کنار هم و به طور مثال یک چیز را یادآور شدم، مثلا امام مذهب حنفی در وقتش که از علمای بزرگشان بدرالدین عینی بود، دیگری هم در مذهب شافعی حافظ ابن حجر رحمه الله. حافظ ابن حجر رحمه الله و بدرالدین عینی هر دویشان بالای صحیح بخاری شرح دارن، فتح الباری و اون دیگرش هم عمدة القاری، یک 2 مهمترین شرح صحیح البخاری به شمار می روند. هر دویشان با 2 خواهر یک جا ازدواج کرده بودن و روابطی نزدیکی با هم داشتن بدون هیچ نوعی که اختلاف مذاهب فقهی یا که اختلاف آرا در بخش مسائل میان از اونها هیچ نوع کشیدگی یا تنش یا اختلافی را ایجاد نکرده بود. در دایره علمی بحث میکردن و بعد دور از دایره علمی باز با هم دوست و برادر و مسلمان بودن و بعد از یکدیگر استفاده میکردن و امیدوارم که کتاب‌هایی که در شرح احوال مشایخ و اساتذه هر یکی از علمای معروف مذاهب 4گانه را ما ببینیم و حتی کسایی که بیرون از مذاهب 4گانه به اجتهاد آزاد قائل بودند، چون ابن تیمیه رحمه الله، امام طحاوی و غیره، یعنی اونها را ببینیم هر یکی آرای علمی خود بحث میکنه، آرای دیگرها را هم میگیره، گاهی بر این نقد میکنه و گاهی بر اون و رأی وسطی که برایش راجح معلوم میشه و او رأی انتخاب میکنه بدون ای که در مسئله یا در موضوع نوع عداوت و عقده در میان راه پیدا کنه و اخوت اسلامی و برادری اسلامی و همبستگی اسلامی با این اختلاف آراء فقهی یا که اختلاف انتساب مذهبی فقهی به وجود بیاید. پس برای ما مسلمان ها هم، برای ما که پیروان اونها هستیم هم لازم هست که همین منشور را باید دوباره زنده بکنیم، همین خط مشی را، همین منهج و روش را دوباره زنده بکنیم و هر یکی از شاگردان و وابستگان خود و مربوطین و اهل معرفت خود، کسایی که با ما نوع تماس دارند، تمامی از اونها را باید توصیه کنیم که باید چون ائمه بزرگوار یاد بگیرن، بیاموزن که چگونه با هم رفتار بکنن و چگونه همبستگی امت اسلامی را با وجود اختلاف مناهج فقهی یا که مذاهب فقهی حفظ بکنن و
هم به آنچه قناعت قلبی خودش حاصل شده از مذهبی که انتخاب کرده یا رأیی که برگزیده هم با او عمل میکنه، هم حرمت و احترام جانب مقابل را هم حفظ میکنه. پس این فرهنگ باید که نهادینه شوه و برای این علما، جوانا، اهل علم و قلم باید که با جدیت کار بکنن. جزاکم الله خیر، خسته نباشید. بعد توصیف طولانی و متولی که در این زمینه کردیم و بینندگان عزیزم مشاهده کردیم که این سوال در واقع تخصصی بود و احتیاج به توضیح زیادی بود که برای همین هم جناب استاد نیز در این زمینه حقش ادا کردن و توضیح مفصلی دادن. جناب دکتر بیننده بعدی گفتن که دعای استخاره، البته زیاد در این زمینه سوال میشه ولی خب بالاخره جدید سوال کرده بیننده که دعای استخاره چگونه خوانده میشه؟ در حدیث میاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دعای استخاره را چون سوره از قرآن کریم برای صحابه خود می آموزاند و یاد میداد و در او آمده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی برای یکی از شما حاجت پیش میشه و میخواه که به کار اقدام بکنه، پس از الله تبارک و تعالی خیر او را بخواه که دو رکعت نمازی نفلی غیر از فرضی ادا میکنه و بعد از اون نماز دعایی که در اینجا مسنون هست او را میخوانه. اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم تا به آخری. یکی در وسط او این مطلب هست که اللهم ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای. اینجا نامی همون مطلبی که داره به جای هذا الامر نامی همون مطلب خدا یاد میکنه، چه سفر هست یا چه اللهم ان کان سفری هذا. اگر به عربی بلد نبوده باشه میتونه که ایرا با ترجمه ایش به فارسی بخوانه و مطلب خود با ترجمه به زبان آبایی خود، زبان پدری خود، مادر خود با الله تبارک و تعالی عرض بکنه. الله تبارک و تعالی شنوا و دانا و آگاه بر همه زبان هاست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که مسلمانی اگر با اهل کتاب ازدواج کرد و اگر بعد از 6 ماه آن زن مسلمان نشد، آیا باید او را طلاق بدهد و آیا مدتی تعیین شده است برای این کار یا نه؟ اگر مسلمان زن بوده باشه ازدواجش با اهل کتاب به هیچ وجه روا نیست، از ابتدای ازدواجشان نشده و تعامل از اونها، رابطه از اونها رابطه حرام بوده و باید که او را قطع بسازن. اما اگر مسلمان مرد بوده و ازدواج با زنی از اهل کتاب کرده، البته متوجه بوده باشه که این زن، چون بسیاری از کسایی که فعلا خود به اهل کتاب نسبت میدهن ملحد نبوده باشه، یعنی ناخدا باور نباشه. یعنی چون قسمی که بسیار از سکولارها و حتی کسایی که خدا حتی دموکرات میگویند یک تعداد زیادی از اونها میشنه و به خدای باور ندارن و پیامبری هم ایمان ندارن. باید که به خدا، به پیامبر و به کتاب خود ایمان داشته باشه، باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، اگرچه عمل درست با راهنمودهای اون نداشته باشه، قسمی که حتی شرک و غیره هم که داشته باشه، از اهل کتاب به شمار میره. در این صورت شرطی برای صحت ازدواجی از اونها، شرط مسلمان شدن او شرعاً هیچ وجود نداره، بلکه اونها میتونن که زندگی خدا مستمر نگه بدارن. البته قسمی که امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه و تعداد دیگری از علمای اسلام در اینجا تاکید کردن، در صورت چون موضوع تربیه اولاد بیشتر ربطی خیلی محکمی به مادرها می داشته باشه و همچنان گهگاهی در لا قدر الله تبارک و تعالی پیش نیارد حادثه صورت میگیره یا مشکلی پیش میشه و با پدر اطفال نزد مادر میمانند. در اینجا او
غالبا وقتی که زن غیر مسلمان بود اطفال خود به دین غیر از اسلام آموزه های دین غیر اسلام را به او تقدیم میکنه و به او دعوت میکنه. پس در این خطر وجود داره. بنابراین میگن که تا حد اعلای امکان، تا آخرین حد امکان باید انسان کوشش بکنه که یک زن از اهل اسلام را بگیره، اگرچه پسترین زنی بوده باشه ولی با ایمان و مسلمان بوده باشه. مقدمه هست از ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبت. اگر یک زنی در قرآن کریم کنیزی بوده باشد اگر از اهل اسلام با ایمان، بهتر است از یک زنی بسیار زیبا و بزرگوار از غیر مسلمان ها. بس در اینجا این نکته خیلی مهم هست. ورنه در اصل وقتی که ازدواج صورت میگیره با گذشت چند ماه یا قید اسلام آوردن او در جریان ازدواجشان هیچ شرعاً وجود نداره. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که در اروپا زندگی میکنن و گفتن که چون مردم آنجا مسیحی هستن خیلی وقتا اونها بدون گرفتن بلیط سوار اتوبوس میشون، چون که میگن مسلمان نیستن آنها. آیا چنین حقی را دارن یا نه؟ نه، این یکی از جنایت های بزرگی هست. اولا در اینجا تجاوز بر حق مردم هست و در قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بارها بر این تأکید شده که مال مردم را به اونها، امانت مردم را به اهلش بسپاره و حق مردم را، مال مردم را به ناحق نخوره. و این یکی از ویژگی های، یکی از خصوصیات مذموم، یکی از عادات مذموم اهل یهود به شمار آمده در سوره آل عمران که میگه اگر برایشان بعضی از اونها هست که با این اندیشه هست که ما اشخاص معتبر و شخصیت های بزرگواری هستیم و ما مقربین دربار الله تبارک و تعالی هستیم، این دیگرها انسان های ذلیل و بیدین و ناکس هستند. پس سرمایه از اونها، مالی از اونها برای ما حلال هست، ما هر نوع تصرفی در او بکنیم. نبی اکرم الله تبارک و تعالی این را به الفاظ شدید مذمت میکنه، حالان که این چیزی بود که یهود در اون وقتشان اهل اسلامی همان وقت بودن، این چیز در مقابل مشرکین مکه، مشرکین عرب و جاهلیت انجام میدادن. و پس همون عادتشان، همون اندیشه و فکرشان با اونها به بعدها هم انتقال کرده بود. پس مسلمان هم نباید که اندیشه خود از تصورات یهود بگیره، بلکه امانت داری خدا باید حفظ بکنه، حق مردم با اونها بسپاره. و در کنار این که در اینجا حق تلفی حق مردم هست، مشکلی دیگه بزرگ دیگری در اینجا هست که وقتی که اونها آگاه میشون، این یک نوع تبلیغات منفی ضد اسلام هست. درست. تبلیغات منفی ضد اسلام هست که در قلب های از اونها و در افکاری از اونها ایره جابجا میسازه که این مسلمان یعنی یک شخصی خیانتکار، شخصی بی امانت، شخصی حرامخور و امثال این. و این چیزی است که همه این تعلیمات بدور از تعلیمات دین مبین اسلام هستند. و حتی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام با یهود و نصارا تعامل تجارتی داشتند، حتی تا آخرین یک آنه از اونها هم اینها خیانت نمی کردن، بلکه پولشان را با طور کامل و بر وقت با اونها می رساندن. و ما تعاملات تجارتی متعددی از در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از در زندگی صحابه کرام بیشمار هست. پس ما باید که قوانین کلی و عمومی اجتماعی و اسلامی را مراعات بکنیم و با اندیشه های پوچ و شیطانی که قبلا یهود داشت و فعلا بعضی از مسلمان ها بنابر تصورات نادرست خود به خود گرفتن، باید از اونها خود دور نگه بداریم تا هم به دین خود بوده باشیم و هم
جزئی از تبلیغات و دعوت منفی بر ضد دین مبین اسلام و دعوت اسلامی قرار نگیریم، یعنی هم بر دین خود بوده باشیم و هم از اینکه جزئی لشکر شیطان قرار گرفته باشیم بر ضد اسلام، از اون هم محفوظ و در امان بمانیم. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن از الان سوالاشون رو آماده داشته باشن، خلاصه باشه سوالا، و از طریق گوشی تلفن وقتی که زنگ خورد و صداتون وصل شد با اون ادامه بدین صحبت، چون که صدا از طریق تلویزیون دیر میاد و وقت بینندگان عزیز نیز گرفته می شود. جناب دکتر بیننده پرسیدن که 74 گرم طلا پوشیدم به طور مستمر و 84 گرم دیگر موقع عید و مراسم عروسی می پوشم و بیشتر اینها موقع ازدواج هدیه گرفتم. آیا طلاهای من شامل زکات می شوند یا نه؟ و گفتن که خودم سر کار نیستم و شوهرشون گفتن پول یعنی آیا میتونن از شوهرشون پول بگیرن برای پرداخت این یا نه؟ در مجموع این مسئله است که کشیدگی فقهی از وسیع‌تر هست و احتیاط در این مسئله برای آخرت خود شخص همین هست که وقتی که طلایی که نزد او هست حد نصاب تجاوز میکنه، از او باید زکات بپردازد تا آنچه که از او پایانتر بود ضمن زیورات شخصی او به شمار میره و چیزی به او حساب نمیشه، حتی اگر در زمین پول و دیگر سرمایه او با او جمع نمیشه. اما احتیاط همین هست برای آخرت خود شخص که از اون زکات بپردازه و زکات بالای خود او شخص هست، نه بالای خود او زن و خود همین طلا هست، نه بالای شوهر او زن که در این قضیه مشکلات شوهر داخل در این بوده باشد. و این حدی که این خواهر بزرگوار یاد آور شدن میتونه که 74 گرامی که خود استعمال میکنه و همیش مورد استعمالشان هست این را به استعمال خود نگه بداره و 84 گرم دیگری که هست اون را در تجارت با اندازه تا اینکه سرمایه رو به افزون برای از او پیدا شود که نوع استثمار تجارتی برای از او بوده باشه و در مدت چند برابر این الله تبارک و تعالی برایش ارزانی بداره و چند برابر زکات بپردازه تا اینکه فقرای بیشماری را یاری رسانده بتوانه. اما در مجموع در چنین حالت طوری جدی و 100% قطعی برای شخص گفته نمیتوانیم که حتما باید به هر شکلی که هست باید که از اون زکات بپردازه، اما احتیاط همین هست که باید زکات بپردازه، چون مسئله دارای جوانب و ادله متنوعی هست که هر یک برای ما احتیاط را لازم میگردانه. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز وصله و اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. من بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنین و همیشه هم اینو تاکید دارم، ولی متاسفانه بعضیا متوجه نمیشن و بعد که تماس گرفتن متوجه میشن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم خدمتتون. بفرمایید. نسبت معلول قد مقایستم. خب بله. چند بار زنگ زدم خدمتتون. درست. بعد من روزی یه بار میتونم فقط وضو بگیرم. فقط روزی یه بار میتونم وضو بگیرم. آیا نمازم درسته یا نه؟ دیگه تیمم نمیکنین بعد از برای نمازهای دیگه؟ تیمم نمیتونم و تیمم هم نکردم والله. درست. ولی فقط روزی یه بار وضو میگیرم. بله. یعنی خب در ضمن وضوتون هم باطل میشه دیگه، ولی فقط برای احتیاط یک بار وضو میگیرین. باید وضو بگیرم؟ ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. با چه علت تنها یک بار وضو میگیرین؟ هستن که از کمر
مشکل دارن حرکت نمیتونن بکنن. انشالله خداوند شفاتون بده، انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی برنده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. می‌خواستم جناب شیخ سوال بکنین که به اصطلاح بین ما انسان ها و حالا شیاطین مثلا خوب داره بد داره اینا، آیا زندگی اونا مثل زندگی ما آب میخورن، غذا میخورن، خونه دارن، زندگی دارن، عمرشون زیاده؟ لازم این سوال در جناب شیخ بکنین که من متوجه بشم. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سوال شهریتان لطفا. ببخشید من سوال داشتم از آقای. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید از طریق گوشی تلفن از تلفن صحبت بکنید برادر گرامی، صداتون پخش میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. همچنان سلام خدا خدمت استاد محترم تقدیم میکنم. سلامت باشید. و یک دو سوال داشتم به استاد محترم. از یک دوستم است از آلمان بر ما طریق واتساپ مسیج کرده بودن، اونا امکانات نداشتن که در تلویزیون زنگ بزنن. باز بر من می دو سوال پیشنهاد کردن و بر شما هم دو سوال میگم. بفرمایید. سوال اولشان است که اونا یک دو همسایه دارن که شیعه هستن، یکش از افغانستان است و یکش از پاکستان است و گفت که اونا بعض وقت که نان چیز میپزن بر ما همسایگی به حساب نان میاره بر زمین میتر نان. باز یک تعداد مردم گفتن که نان از یاره نخوی یا مشرک هستن یا ما چم همت یک ادرار خدا و چیزا را در نان میذارن بر استونیا میتن تو از این نان اجتناب کن نخو. و اینمی سوال است. و سوال دومی هم گفتن که مثلا در این کشورهای اروپایی که است مثلا تلفن یا فرنسال چیز میخرن با قسط، مثلا 2 سال 2.5 سال قسط میکنن به اصطلاح. این حالا بعضی کسا گفتن که یه بخری برای تو سود میشه به خاطر که از قیمت اصلیش که از تو پول اضافه تر میگیرن. باز ما را گفت که این سوال از شما باید پرسان کنم. این سوال براتون میخوایم که جوابش بگیریم، باز برشون روان کنم از طریق تلفن. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. یک جان تشکر. خدا سلامت باشین. سوالتون رو گرفتیم، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. آقا ببخشید دوست من طلاق کرده. بله. بعد دوباره رفتم کاری نمی کنم. دوباره رفتم کار کرده فضا طلاق میشه. سوال دیگه هم دارین؟ آره میگم من بعد رفت این یکی دیگه عفو کرده دوباره این نفت یا نه؟ دنباله سوال یه سوال جدیده؟ متوجه نشدم آخه سوالتون قطع شد چون سوال اولتون رو گرفتیم. میگم این بنده خدا زن طلاق خورده که فلان کار نمی کنه، بعد اون کار کرده، میگم این زن طلاق میشه یا نه؟ درست. این سوال واضحه است. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه همین باشه که دیگه عفو کنه و این طلاقش بده، این میتونه دوباره عفو یا نه؟ ها اگر زن با کسی دیگه عقد کنه؟ این زن با کسی دیگه عقد کنه اون طرف طلاق بده، این دوباره میتونه عفو کنه یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یک سوال از استاد محترم داشتم. بفرمایید. از طریق گوشی تلفن صحبت کنید. از طریق گوشی صحبت میکنم. سوال بود که تقلید برای ما مسلمان ها از ائمه دین واجب مباح چیه در این باره برای ما اگه تشریح بدن خیلی خوش میشه. متوجه نشدم، دوباره یکم بلندتر صحبت کنید. دکتر شما متوجه شدین؟ گفتم که همه تقلید کردن از ائمه دین واجب سنت چیه در این باره برای ما اگه توضیح بدن خیلی خوش میشه.
درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. سلام علیکم. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک انسان در یک مذهب هستن، مثلا در یک مذهب خاصن، میتونن که نماز ویتر یا روز یک رکعت بخونن، یا روز دیگر 3 رکعت بخونن، یا روز 5 رکعت بخونن. اما با یک روز دیگر مثلا در یک تحیات بخونن، مثلا در مذهب امام ابو حنیفه 2 تحیات خونده میشن، یا 2 رکعت میخونی یا تحیات میخونی و میخیزی یا سوال واضحه، انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. نشه که اما تحیات دیم هم نخونده رو درست. بخیزه مثلا باید تحیات بخونش. سوال دیگه هم دارین؟ بله بله. شما از تاجیکستان هست. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من بیننده عزیز خواهش میکنم که وقتی تماس میگیرن لطف کنن که منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، چون همیشه صدا از طریق تلویزیون یا گیرنده دیرتر میاد و همین باعث میشه که تماس قطع بشه. منتظر میشین که صداتون پخش شد یا نه و مشکل پیدا میشه. اتاق فرمان اگر تماسی هست وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. ظاهرا تماس مشکل پیدا کرد. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. جئت للبيت الحرام لألبي في الزحام، ويطوف القلب حبا بين ركن ومقام. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي غفران ذنبي. قد تركت الأهل خلفي، جزت بحرا وفلا، لا يساوي الكون عندي وقفة في عرفات. جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. جئتها حبا وفرضا، أطهر البلدان أرضا، فعسى الرحمن عني فجر يوم النحر يرضى. عجما جاءوا وعربا، ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. عجما جاءوا وعربا، ركبوا بحرا وجوا، ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا إياك ربي، أنت غفار وإني أرتجي غفران. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني
حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيت. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر بیننده اول پرسیدن که دچار قطع نخاع هستند و فقط روزی یک بار میتوانند وضو بگیرن. آیا نمازشان درسته یا نه و آیا راه حل دیگه وجود داره یا نه؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه من تبع هداهم الی یوم الدین و بعد. در مجموع شخص مسلمانی که به چنین حالت گرفتار است الله تبارک و تعالی شفای کامل به همه نصیب کنه و همه صحتمندها را از گرفتاری به چنین امراض در امان خود داشته باشه. اگر چنین شخص یعنی بنابر یعنی علت تنها یک بار وضو گرفتنش علتش این نبوده باشه که استفاده بیشتری آب از لحاظ صحی به او ضرر میرسانیده باشه، این مسئله جدا در این صورت معذور به شمار میرود. ورنه برای هر نماز وقتی که وضو نداشت وضوی مجدد برایش لازم است بعد از هر به وضو شدن و برای در یک روز یک وضو کفایت نمیکنه. اما میتونه که شخصی دیگری بوده باشد که او را وضو بده، چون خود حرکت کردن نمیتونه، کسی دیگری او را وضو داده میتونسته باشه. با او موضوع برای هر وقتی که به وضو شد در هر نمازی که وضو نداشت وضو میگه، برای وضو میتن آب وضو برش میرزه و او را وضو میته و نماز خدا میخونه. هیچ اشکالی در این وجود نداره که کسی دیگری در وضو با او همکاری کنه. یک مسئله دیگری که اینجا هم یادآور میشه اون چیزی که بیشتر اشکال خیلی ها رو می داشته باشه، استنجا در وضو، یعنی پاک کردن محل ادرار و محل عورت برای وضو. این بعد از رفتن به قضای حاجت واجب و ضروری هست، شرط است برای وضو، جزئی وضو نیست، شرط است برای وضو. اما میتونه که او را به آب پاک بکنه و میتونه که به کاغذ و دیگر چیزهایی که برای این کار استفاده میشه از اونها استفاده بکنه و هر یکی از اینها کفایت میکنه از دیگرش. یعنی تنها اگر با کاغذ حمام اگر خود خشک میکنه و پاک میکنه شرعاً کفایت میکنه و برای او لازم نیست که حتما آب برای این کار استفاده بکنه. بس اوقات این مشکل بیشتر میباشه نسبت بر دیگر اعضای وضو که دیگر اعضای وضو هر کس میتونه که با او همکاری بکنه و آسان هست در شستشوی دیگر اعضای وضو برایش. این یک مسئله هست. اگر در صورتی که کسی که نبود با او همکاری بکنه و نمیتونسته به طبع نمیتونه که خود او حرکت بکنه و اعمال وضو را انجام بده،
در او صورت تنها تیمم به او کفایت میکنه. پهلوی او نزدیک های از او چیز از خاک بوده باشه، با او دست خود میزنه و تیمم میکنه و نماز خود میخوانه. اما بدون او ادای نماز بدون وضو و بدون تیمم برایش روا نیست. و مسئله که اشکالی که نزد خیلی ها در قضیه استنجا هست، یعنی پاک کردن و شستشوی محل قضای حاجت با هر وضوی، این از جمله اشتباه برداشت عام مردم هست و تنها هنگام بعد از به قضای حاجت رفتن، هنگامی به قضای حاجت رفتن لازم می باشه و چون همون وقت که پاک کاری شد دیگر هنگامی وضو تکرار او لازم نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا زندگی جنها یا شیطان نیز مانند زندگی انسان است؟ یعنی غذا میخورن، مرگ دارن، مریضی دارن؟ بله، در تمامی از این چیزها با مانند انسان ها هست، منتها عمری از اونها طولانی تر می بوده باشه و که کیفیت جسمانی از اونها فرق میکنه. تولد و تناسل دارن، با هم ازدواج دارن و غذا میخورن و نوع غذایشان هم تفاوت میکنه که از جمله سرگین حیوانات در جزئی از ترکیب غذایی از اونها به شمار میره و استخوان ها و امثال این چیزی که از او استفاده میکنن، مگر شیطان بزرگ ابلیس که اون مرگ و میر نداره، در دیگر تمام چیزا با اونها شریک هست، تنها این مهلت گرفته دیگه. بله، طبق مهلتی که الله تبارک و تعالی برایش داده تا بر پای قیامت اون زنده می باشه و هنگامی که سور دمیده میشه و با دیگر موجودات او هم میمیره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شخصی از آلمان سوال کرده که 2 همسایه دارن که از شیعه هستن و گفت خیلی وقتا برای آنها غذا میارن، نان میپزن، غذا میپرن و میارن به خونه شون. گفتن آیا خوردن غذای آنها درسته یا نه؟ در مجموع یعنی حتی غیر مسلمان که همسایه انسان بوده باشه، حتی غیر مسلمان حقوق همسایگی در شریعت اسلامی هست و پابرجاست. همچنان قرابت با انسان داشته باشه، حقوق قرابتداری از اونها پابرجا می باشه. مقتضیات حقوق اخوت اسلامی دیگر هست، اما اون حقوق پابرجاست، چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه. و هدیه حتی یعنی نوع دوستی دنیایی که با هم دارن، نه دوستی دینی و دوستی خاص، بلکه دوستی دنیایی، روابط دنیایی که با هم دارن یا همسایگی دنیایی که با هم دارن، به یکدیگر خود تحفه تقدیم میکنن، چی مسلمان با او و او با در تقابل او با مسلمان. این هم در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و و صحابه کرام بوده و بارها تکرار شده و اجازه از در حتی سوره ممتحنه هم الله تبارک و تعالی به یادآور می شود که ما شما را از نیکی در برابر کفاره که در برابر مشرکینه که روخی دشمنی و عداوت و ستیز با مسلمان ها را اختیار نکردن و مسلمان ها را از خانه ها و کاشانه هایشان کوچ ندادن به شما منع نکردیم شما را از این کار، بلکه ما شما را از دوستی با کسانی منع کردیم که با عداوت در برابر مسلمان ها راهی عداوت و راهی ستیزه را در برابر مسلمان ها اختیار کردن، اونها را از خانه هایشان بیرون کردن و در پی قتل و کشتاری از اونها به علتی مسلمان بودن و کلمه توحیدشان بودن. مثلا یعنی طور واضح قسمی که هست دشمنی و عداوت با نظام، چون نظام های کفری که در پی کشتن مسلمان ها هست، با نظامی که مثلا نظام طاغوتی رافضی خامنه‌ای و خمینی در ایران هست، با این نظام ها، با نظام مثلا بشار و امثال از او، همچنان با نظام های طاغوتی غرب و غیره که در برابر مسلمان ها در ستیز هستند،
و با هر شخصی که با این فکر با اونها همکار و همگام هست، دشمنی قلبی و دینی و ایمانی با اونها برای هر فرد مسلمان لازمی هست و هر نوع کوتاهی در این دشمنی و عقب نشستن در این دشمنی بیانگری خللی در ایمان شخص هست. بله، کسانی که با مسلمان ها، چون این گروه ها چنین ستیزه‌ای ندارن، با مسلمان ها با چنین شیوه رفتار ندارن، باز اونها حکم تعاملات اجتماعیشان عام می بوده باشه. هدیه دادن با چنین کافری یا هدیه گرفتن از چنین کافری، این شرعاً جواز داره، یعنی حتی گفتیم از عام کفار بوده باشه. و همسایه برادر عزیزی ما که همسایه شیعه دارن متوجه بوده باشن هر آنچه که نظریه تقدیم میکنن، قسمی که صحابه کرام درباره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، علی رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عمرو ابن عاص و بریده رضی الله عنه و دیگرها، از اونها روایت های متعدد آمده، مثلا که آنچه از ذبایح از اونها بوده باشه که به نام غیر الله ذبح میکنن، یا چیزهایی که به مناسبت های نظری و غیره به نام امامها و غیرهشان آماده میکنن، از او استفاده برای مسلمان درست نیست. اما از عام هدایا هیچ اشکالی نداره. حتی علی رضی الله عنه و دیگرها از هدایای عامی مجوسی های قدیم را میگرفتن و پس از اون پایانتر هست قضیه کسانی که خدا به دین مبین اسلام نسبت میکنن اما به شرکیات و امثال او گرفتار هستن. حکمی از اینها پایانتر از حکمی از اونها، یعنی تعامل نیک با اونها جزئی از راهگشایی برای دعوت اونها به راه حق و دین مبین اسلام هست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که در کشورهای اروپایی خیلی از وسایل را مثل تلویزیون، تلفن را به صورت قسطی میگیرن. آیا درسته یعنی؟ این مسئله نسبتاً پیچیده هست. شمار زیاده از اهل علم نسبت به مشکلات و راهگشایی که این داره او را جواز میتن و اکثریت علمای مذاهب اربعه نظرشان در این مسئله جواز این هست و این از صورتهای سودی بنابر ضرورت و مجبوریت که در قضیه وجود داره جواز میتن. اما تعدادی از علمای حدیث و از علمای معاصر، علمای اهل حدیث هند و پاکستان و شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمه الله و اینها نظرشان همین هست که این نوعی از انواع تجارت سودی هست و ناروا و شخصا ما قناعتی ما با رأی شیخ البانی رحمه الله و اینها بیشتر هست، اگرچه علمای دیگر جایگاه حرمت خاص خود دارن و ادله خاص خود دارن، اما احتیاط در این قضیه تا خودداری از او هست، تا به حد امکان برای شخص خودداری از او هست. و اگر کسی از برادر بزرگواری که با رأی دیگری از آرای دیگر، رأی دیگری که اکثریت علما بر اون هستن با او قناعتش حاصل شده باشه، باز حکمی خاصی خدا داره میتونه بر اساس قناعت خود با او عمل بکنه. اما من شخصا قناعت قلبی من در این مسئله با رأی شیخ البانی رحمه الله و علمای اهل حدیث هند و علمای حدیثی که قبل از اونها تعداد بودن با اینها هست که این صورت دو تجارت در یک تجارت به خود میگیره و همچنین قرض اضافه در نرخ در بدل قرض. این دو اشکال به خود داره، چون این جنس وقتی که نقدن میگیره با نرخ پایانتری می بوده باشه، اما چون شخص پول نداره، شرعنی هست که وقتی که پول نداره باید با او همدلی شوه و با او همکاری شوه، نه اینکه بالای او نرخ افزوده شوه. یعنی اصل تقاضای شریعت در منع کردن سود هم همین هست که نباید بالای فقرا
به دلیل همکاری یا به دلیل دیگری در نرخ ها افزایش صورت بگیره و از اونها حاصل بیشتر از حد اصلی از اونها گرفته شود. این در اصل مقاصد منع سود هست و در اینجا هم شباهت قوی با این داره. لذا تا به حد امکان انسان باید کوشش بکنه که از این خودداری بکنه. اما کسی که بنابر فتوای اهل علم که شمار زیاد از اهل علم که در اینجا دارن به چنین تعامل اقدام میکنه، ما او را گفته نمیتونیم که حتما او به تعامل سودی دست زده، اما میتونیم که با او را دعوت بکنیم به اینکه باید در مسئله دقیق تر بوده باشه و به هر آنچه که یعنی قناعت قلبی او بیشتر حاصل میشه و ملزم هست که با او شرعاً ملزم هست که با او عمل بکنه. یعنی این قاعده کلی هست در مسائل اختلافی که اختلاف در اونها یک ریشه قوی داره و هر جهت دلایل قوی خود می داشته باشه در قضیه، هر یک با رأی خود عمل میکنه. رأی جانب دیگر از لحاظ استدلالی میتونه که نقد بکنه و با اونها بحث بکنه، اما نمیتونه که رأی خود کلی بالای دیگر را تحمیل بکنه و همچنان نمیتونه بگویه که هر کسی که بر رأی ما قناعت نداشت، به این رأی مطابق بر رأی ما عمل نکرد، او در این قضیه گناهکار یا مجرم به شمار می رود. پس این یعنی فرهنگ وسطی و درستی که در این قضیه هست باید که نهادی نشه و مردم به این آگاهی پیدا بکنن، چون بسا برادرها را دیدیم در چنین مسائل گرفتار اضطراب میشوند که پس قضیه از چی قرار هست و ما به چی روی کردیم و یا علمای دیگر در اینجا سودی را اجازه دادن و او از اون قبیل به شمار بیشتر علما را اینن که جایز است. بله، بیشتر علما را ایشان به این هست که جواز داره و ادله از چیز وجود داره که خریده میشه ولی در خود پول بدل میشه. بله، و حساب نرخ است، اما علمایی که این را نقد میکنن و میگن که چون در اینجا نرخ افزودی، قیمتی افزودی که از نقدی به نسیه در این وسط گذاشته شده، این قیمتی قرض است. چون این قرض گرفته، چون قرض به قرض خریده، لذا نرخ بالایش افزوده شده. اگر چنین نباشه میتونه که همون جنس به یکی به نرخ بالا بفروشه، به یکی به نرخ پایانتر. اما قانون هست که کل قرض جره نفعا فهو ربا، هر قرضی که سود اضافی برابر صاحب پول و قرض دهنده جذب میکرده باشه اون ربا به شمار میرود. این به او قاعده خیلی نزدیک هست. لذا احتیاط، ما گفتیم که در این قضیه احتیاط بکنه تا حدی که ممکن باشه برایش احتیاط بکنه که در این وارد نشوه. اما اگر بر اساس فتوای اکثریت علما در اونجا قناعتش حاصل میشه و با فتوای جواز قلباً قناعت میکنه، هیچ اشکالی نداره برایش که با او عمل بکنه. اما مهمی است که با یعنی با هوا و هوس خود به دنبال او نروه. قلباً با او قناعتش حاصل شد، بیشتر با او قناعت کرد، لذا با او میتونه که عمل بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که قسم زن طلاق خوردن که یک کاری رو دوباره انجام ندن، یعنی قبلا یک کاری انجام میدادن، حالا قسم زن طلاق خوردن که دیگه آن کار رو انجام ندهن و انجام داده است. آیا زنش طلاق شده، یعنی یا طلاق زنش واقع شده است یا نه؟ اگر زن طلاق شده است، آیا میتونه زن عقد بکنه و بعد و اگر شوهر دوم رو طلاق بده، همون شوهر اول با او ازدواج بکنه یا نه؟ این تقریبا از مسئله خیلی دشوار هست
که اکثریت اهل علم از جواب گفتن در چنین مسئله خودداری میکنن. منتها مسئله چیزی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی و قبل از اون تعدادی از برخی از تابعین فتوایشون بر آن بوده که در اینجا هدف اون شخص اگر اصدار طلاق بوده باشه، یعنی هدفش این بوده باشه که با انجام این کار همسر خود طلاق بگوید، در این صورت طلاق می شود. اما هدفش تأکید بالای مسئله بوده باشه بدون ای که در نیت او طلاق همسرش بوده باشه، یعنی نیت به طلاق همسر خود نداشته باشه، تنها برای تأکید مسئله به عنوان نوعی از قسم که قسم به طلاق گفته می شود و در زمان بیعت گرفتن هایی بیشتر رواج پیدا کرد. در این صورت فتوای امام مالک رحمه الله تعالی و فتوای مستقیم امام مالک رحمه الله نیست، بلکه تخریج بالای فتوای امام مالک رحمه الله هست و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به این حال تصریح میکنه که در چنین حالت او حکم قسم به خود میگیره و در حکم طلاق نمی باشه، کفاره قسم بالای او لازم می باشه. و شیخ صاحب عبدالقدوس استاد عبدالقدوس دهقان هم در اینجا نظرشان با نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی با او هم نظر هستن و در اینجا بیشتر اون را ترجیح میده. تقریبا احوط در این مسئله همین هست، یعنی اگر نیتش در اصل مسئله طلاق همسر خود بوده باشد نیت او معتبر می باشه، اما تنها تأکیدی قضیه بوده باشه و تأکید بر اطمینان جانب مقابل، این در حکم طلاق می باشه و کفاره در حکم قسم می باشه و کفاره قسم بالای او لازم است و بس ان شاء الله. درست. و اگر ازدواج بکنه زن طلاق شد بعد طلاق بگیره میتونه شوهر اول بر بگرده؟ اگر ازدواج بدون شرط و یا قصد حلاله بود یا شرط بوده باشه نیت ای که شخصی که دوم بعد از طلاق اول با او ازدواج میکنه یا بالای از او در عقد شرط بوده باشه که ایره بعد از همخوابی با او ایره دوباره طلاق میکنه و این ازدواج به خاطر این هست که برای شوهر اول حلال شوه. درست. یا اینکه این در عقد نبوده باشه لیکن در نیت او شخص بوده باشه که تنها با این قصد ازدواج میکنه با او که با او یک همخوابی کنه و پس او را طلاق بده تا اینکه برای شوهر اولیش حلال شود. در این هر دو صورت بنابر راجحه که احادیث صریح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست و سه مذهب معتبر اهل سنت و همچنان امام ابو یوسف رحمه الله در بسیاری از این قضایا با اونها هست، یعنی بخشی عمده از مذهب حنفی هم در اینجا این طلاق را نادرست این ازدواج را نادرست میگوید و با این ازدواج بنابر فتوای صریح ائمه چون امام مالک و امام شافعی رحمه الله و اینها دوباره نمیتونه که با شوهر اول خود ازدواج کنه. بله اگر او بدون این نیت به نیت ازدواج دائم و ثابت با او عقد نکاح میبنده و بعد از مدت بنابر حالت بین خودشان یا بنابر دلخواهی خود بدون قضیه اولی او در میانشان طلاق صورت میگیره او را میگذاره، در این صورت اشکال نداره که شوهر اولی او دوباره با او عقد نکاح ببنده و با او ازدواج بکنه. و اینجا قابل یادآوری هست که چیزی که در بسیاری از مناطق که در اونجا انتشار مذهب حنفی هست صورت میگیره، در ما بین عوام و بعضی ملاهای
یا ناآگاه به دین بگوییم یا اینکه کم اهتمام و کم توجه به دینداری و خداترسی صورت میگیره، اون حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هم جواز خدا نداره و اون نوعی از زینای صریح هست که به نام حلال صورت میگیره و به مذهب بسته شده و تعدادی از ملاهای بودن که یعنی تدین و خداترسی در اونها خیلی ضعیف بوده و با ترکیبی چند مسئله که در اصلشان در مذهب از اشتباهات مذهب به شمار می روند، با اونها یک مسئله جدیدی ساخته که یکی از صورتهای صریحی زنا را به خود گرفته که شخصی اول او را طلاق میکنه، بدون گذشت عده او میبرن با کسی دیگر او را میخوابانن، یک عقد نکاح بدون اینکه او شخص هیچ نیتی در عقد داشته باشه، تنها لفظی از او میگیرن که با او همخواب میشه و بعد از او باز او فردایش او را میگذاره، یا که با طلاق لفظی یا که بدون او میگذاره، باز فردای دیگرش رفته او را به شوهر قبلیش تقدیم میکنن. در اینجا باز بار دیگر شاید در شب بعدش بار دیگر باز با شوهر قبلی خود هم خواب شود و اینها در اینجا ترکیب از محرمات شرعی در اینجا جمع شده که دو عده در این وسط با دو عده بازی شده و در اینجا در قضیه دوم برگشتش با شوهرش اینجا نکاح مجدد در اکثر حالات صورت نمیگیره و دوم اصلا نه از عقد از عده اول گذشت با پایان رسیده، نه از عده دوم که در این وسط هم قضیه است که رأی بسیاری از علما هست که نکاح از با فاسد بودن چنین نکاح، حتی اگر نکاح صریح بوده باشه. خب پس این تابعی که هست زندگی میکنن، اونها بدون عقد نکاح دوباره زندگی میکنن. پس این یک خیلی حالت شدیدی هست که در بعض جاها صورت میگیره و این از یا از جهل بدین هست یا از ناخداباوری و نادین ضعف تقوا و ایمانداری شمار از ملاهایی که چنین کاری را ترویج دادن و این را لکه بر جبین مذهب ساختن، حالا که مذهب در کل فتاوای امام ابو حنیفه رحمه الله تا شاگردانش به هیچ وجه چنین صورتی را جواز نمیده. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی پرسیدن که تقلید از ائمه دین چه حکمی داره؟ تقلید از ائمه دین حکم‌های متعددی داره. در صورتی که شخص در مسئله به دلیل آگاه شد و دلیل صریح بود، عمل ائمه اسلام بالای از او روشن بود از قرآن و سنت و عمل صحابه کرام و تابعین بر او که عدم منسوخیت او را تثبیت میکنه، یعنی با دلیل برای او ثابت شد، در مقابل فتوای امام قرار داشت، در اینجا به این شخص حرام است که از امام تقلید کنه. این حالت است وقتی که دلیل قرآن و سنت برخلاف رأی امام برای شخص روشن می شود به اتفاق ائمه اربعه و تمام علمای اسلام که قولشان قابل اعتبار هست. برای از قرن اول تا 2 3 4 5 هر کدامش که بگیری در به اتفاق همشان و با اقوال صریح ائمه اربعه در اینجا پیروی شخص از فتوای امام در مقابل نصی که برایش روشن شده نادرست است، حرام است. دوم مسئله هست که در اونجا این شخص از اهل علم است، مسئله است که در اونجا برایش قضیه روشن نشده و در آرای اهل علم
بالای هر یکی که بیشتر اعتمادش حاصل شد و اطمینانش بیشتر به او حاصل شد، از با او تکیه میکنه و نظر بنابر فتوای او قسمی که ما دو مسئله قبلی هم از همین قبیل یادآور شدیم برای با تفسیری که بود. در اونجا این شخص چاره ای ندارد که از با اون اهل علم تکیه بکنه و از اونها تقلید بکنه. اما به این که هرگاه برایش با این اندیشه باید بوده باشه که هرگاه برایش روشن شد که این رأیی که من انتخاب کردم و با او گرویدم یا رأی امام ما که محل تقدیر ما هست و اکثرا ما تابع فتاوای فقهی او می بوده باشم، بنابر ظهور ادله ضعیف نمودار شد، ضعف او روشن شد، ما باید قول این که امتی هست ای را بگذارم و از نصوص قرآن و سنت که پیروی اون بالای ما اوجب واجبات هست از اون پیروی کنم. با این اندیشه در اینجا برشته است. اما قضیه که عوام الناس هست و قضیه که یک مسئله سوم هم مسائلی هست که تنها مبنای از اونها بر اجتهاد فقهی است و تنوع ادله در اونها وجود نداره، بر مبنای مسائل قیاسی هستن و در اونجا با بالای یعنی لازم نیست که حتما از یک شخص خاص در همه مسائل پیروی بکنه، چون هیچ کسی نیست که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کسی نیست که در تمام مسائل رأی و فتوای کاملا 100% بجا داشته باشه و هیچ اشتباه و سهو در فتوا از او صورت نگرفته باشه. لذا شخصی هم نیست که در پیروی از فتوای او در همه مسائل بالای امت یا گروه‌های از امت لازمی بوده باشن و او را بالای خود لازمی دانستن خود یکی از اشتباهی فکری هم عقلی و هم دینی هست. سوم مسئله ای که عوام الناس هست، کسایی که نمیدانن. عوام الناس در مجموع نه نصوص قرآن و سنت میدانن، نه فتاوای ائمه را میدانن، نه به مذاهب درکی دارن، بلکه اونها پیروی علمای منطقه خود می بوده باشن و هر عالمی که بالایشان یعنی اعتماد کلیشان بالای از او حاصل شد، با این اندیشه با این عقیده باید با او تعامل بکنن که یعنی این برای ما حق و شریعت الهی را میرساند، چی از فتاوای ائمه دین و چی از نصوص قرآن و سنت. اما این هم معصوم نیست، میشه و که سهو و خطای از این صورت گرفت اگر در مسئله برای ما روشن شد. لازم نیست که همیشه روشن شد که فتوای اشتباه بوده، ما دیگر با این برچسب کلی نخوردیم، بلکه از او رأی او را گذاشته و از دلیل قرآن و سنت و دلیلی که و فتوای عالم دیگری که قوی تر هست از با او ما عمل میکنیم. با او از او تقلید میکنن و با اساس فتوای او عمل میکنن. هیچ اشکالی در این نیست، بلکه اونها چاره ای ندارن جز تقلید. اما باید این اندیشه در ذهنشان بوده باشه که او شخص باید معصوم نشمارن و همچنان به این باور را در خود نهادینه بسازن که هرگاه اگر اشتباه بودن رأی و فتوایی که از این آدرس برای ما حاصل شده، برای ما رسیده، روشن شد و برای ما معلوم شد، ما از حق پیروی میکنیم، ما از شخص دیگر از او تقلید میکنن و مطابق به فتوای او عمل میکنن. در اینجا حدی نهایی مأموریت شرعی را انجام دادن که الله تبارک و تعالی میگه که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. وقتی که شما از ادله و دلایل روشن و کتاب معلومات نداره و در مسائلی که آگاهی نداره از اهل علم و آگاهان بپرسه، بدون مقید بودن به شخص خاصه و بدون اعتقاد به عصمت شخصی خاصه هر کسی که بوده باشد. درست. جزاکم الله خیر.
با سوال بعدی بیانده در مورد تقلید از یک مذهب خاص است. گفتن که کسی که پیرو یک مذهب خاص است میتواند مثلا نماز وتر را به روش‌های مختلفی که در حدیث ذکر شده است بخواند یا نه؟ بله، وقتی که احادیث برایش معلوم می شود برای او لازم می باشه که طبق احادیث عمل بکنه و مذهب خود در اونجا بگذاره. اما تا زمانی که احادیث برایش معلوم نشده و قضیه برایش روشن نشده، اون شخص در پیروی از مذهب فقهی خود معذور می بوده باشه و هیچ نوع گناه از مخالفت مثلا نص برای او به شمار نمی روه، تا به اینکه به او درکش به حدیث و اطلاعش به حدیث و با قناعتش به وجودی حدیث و دلایل مخالف با رأی مذهب در اونجا حاصل شود. پس بعد از او بالایش لازم می باشه که از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی کنه و خود را چسب محکم به رأی امام ندهد. اما این شخص مسئله دیگری که در اینجا قابل یادآوری هست این هست که اگر شخص بر اساس قناعت قلبی به ادله و اطلاع به دلایل از قرآن و حدیث رأی مذهب امام یا عالم بزرگوار مورد اقتدای خود میگذاره، این اصلی مسئولیت انجام داده، اصل حکم شرعی را عمل کرده. اما اگر بر اساس میل و خواهشات نفسانی انجام میده، اینجا این فتوا به میل او برابرتر بود، برایش راحت تر بود، اونجا فتوای دیگری برایش راحت تر بود، از اون عمل کرد و چنین عمل کرده به نزد اهل علم کاملا ناروا و از وسوسه های شیطان هست که حتی بعضی از علما در اینجا با صراحت گفتن که این دروازه زندیق شدن شخص باز میکنه، چون هر جا سهولت برایش بود او را انتخاب میکنه. لذا یک داستان مشهوری است از خلیفه عباسی قادر بالله هست یا که معتزد بالله، که یکی از ملاهای این چنینی آن دوران، یعنی ملاهایی که با دین و دینداری کمتر توجه داشتن و بیشتر در پی بازار ساختن برای خود و با تخریب دین و دینداری بودن و فعلا هم شماری از اونها کم نیست. برایش مجموعه آرای را جمع کرده بود که در هر یکی از علما تساهل اختیار کرده بود و در اون به اشتباه رفته بود. درست. برایش جمع کرد، گفت این سهولت ها را بگیر، در فتاوای اهل علم همگی اینها هست، پس در مجموع آسان گیر باش، مردم به آسانی دعوت بکن، به خودت هم سهولت و دیگر هم. یک مشاورش وقتی که آمد یکی از اهل علم اونجا وارد شد، برش او را نشان داد، گفت که کسی که این را جمع آوری کرده یا زندیق هست یا میخواد که مردم از زندیق بسازه، این دروازه زندیق شدن بدینی را باز میکنه. گفت چرا؟ گفت که این مسائل مختلفی که جمع کرده هر یکی از اینها اشتباه یکی از علما هست، هیچ عالم تمامی از اینها در او جمع نشده. وقتی که تمام اشتباه ها و تمام آرای سهو کرده اهل علم یا علما در یک شخص جمع می شود، کلن او از دین می بره. در یک مسئله اشتباه کرده، در مسئله دیگر عالم دیگری تساهل کرده، این عالمی که این مسئله را فتوا داده او دیگری را جواز نداده، عالمی که او را جواز داده این دیگرش جواز نداده. پس این در حکم را از همه علما گرفت. بله. پس اینجا اگر بر این مبنا کسی گلچین کرده عمل میکنه، این گلچینی از او جزی از گناه ها برای از او و جنایت برای از او به شمار میروه. کاری از او اگر حتی مطابق سنت هم انجام بگیرد، چون نیتی او در اینجا گزینه سهولت هست، ثواب سنت به خود
نمیگیره و به جای ثواب اون افرایت من اتخذ الهه هواه از اون قبیل به شمار میره و که با خبر هستی از کسی که خواهشات نفسانی خود الهه خود ساخته. الله تبارک و تعالی ما و شما و همه اهل اسلام را از گرفتاری در چنین اشتباه و خلل محفوظ بداره. آمین. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب دکتر، بیننده از طریق SMS پرسیدن آیا کسی میتونه واسه مرده، کسی که فوت کرده، نفل بخونه و آیا ثوابش به مرده میرسه یا نه؟ درباره نماز رأی عمومی علما عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی که 181 وفاتشان هست و امام ترمذی رحمه الله از دیگرای هم حکایت میکنن، یعنی رأی راجح در اینجا همین هست که در نماز نمیشه برای کسی تحفه یا که صدقه کرده شود و به نام کسی خوانده شود، حتی نمازهای فوتی که از کسی مانده باشه. اما روزه قضایی از کسی، روزه نظری که از شخصی باشه یا روزه قضایی رمضان بوده باشه از کسی مانده باشه، بالای ورثه او هست که بالای ورثه او لازمی هست که او قرض او را ادا کنن، قسمی که قرض دنیاییشان لازم به ادا هست و این چیزی از حق اون میت برای اون بالای ورثه او به شمار می رود. بیننده بعدی پرسیدن کسی که در حال سکرات موت است آیا درست است بر او یاسین خواند؟ این برداشتی اشتباه از حدیثی که در اینجا آمده، یعنی در مجموع علما در صحت و در حسن و ضعف و اختلاف نظر هم که دارن، منتها حدیث به همین معناست که آیت در قبل از اینکه چیز خوانده می شود سکرات به او پیش می شود، در حالتی که قبل از سکرات می باشه، در اون حالت می شود که نوع آیاتی که در این سوره هست و از قیامت یاد دهانی میکنه و امثال چیزهای مربوط به او را بیان میکنه، از اون کار گرفت. اما در مجموع این لازم نیست، بلکه هنگام سکرات چیزی که لقنوا موتاکم لا اله الا، چیزی که صحیح و ثابت هست این است که تلقین، چیزی که ثابت تر هست و قوی تر هست تلقین لا اله الا الله هست. و
فوتی ها و کسی که در حال سکرات هست که باید یاد دهانه بکنه برای او که آخرین کلمه او لا اله الا الله بوده باشه. من کان آخر کلمه لا اله الا الله دخل الجنه. برای او تلقین لا اله الا الله، خواندن لا اله الا الله و تکرار لا اله الا الله نزد او تا اینکه او را بخوانه، این مهم هست و این چیزی است که در هنگام سکرات خوانده میشه و نه سوره یاسین. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی متول پرسیدن، گفتن که تقریبا 10 سال پیش ما یک زمینی خریدیم که حدودا 300 متر حجمش بود. بعد پدرم چند تا برادر ناتنی هم دارد که نظر به خاص یکی از اونها پدرم 270 متر زمین برای اونها هم خرید. حالا مانده بود 70 متر زمین خالی که کسی اونو نمیگرفت، که صاحب زمین به پدرم پیشنهاد داد، گفت که خب این زمین رو خودت بخر و پدرم هم خرید. ولی وقتی که قواله زمین ها رو میگرفتیم پدرم اینجا نبود و من و مادرم گفتن که رفتیم قواله رو گرفتیم و یکی رو به اسم خودمان و یکی دیگه رو به اسم عمویمان زدیم. ولی همان 70 متر زمین اشتباهاً از پیش صاحب زمین به اسم عمویمان نوشته شده و من همچون کوچیک بودم و مادرم هم زیاد سواد نداشت که بداند درست نوشته به اسم خودمان هست یا به اسم عمویم. متوجه نشدیم که به اسم چه کسی نوشته شده است. تا حال عمویم میگفت که باشه درست میکنم این قضیه را، ولی حالا که ارتباطشون با پدرشون گفته خراب شده، میگوید که این زمین از آن من است و اگر هم لازم باشد من حاضرم قسم زن طلاقی بخورم تا و به قرآن قسم بخورم که ثابت کنم این زمین من است و زمین رو بر نمیگرداند. چه کار کنید؟ این مسئله بیشتر مسئله قضایی هست از اینکه مسئله فتوایی بوده باشه، چون تحقیقاتی که در اینجا از طریق دادگاه تحقیقات حاصل می شود و همچنان از طریق محکمه اون حقیقت را می تواند که کشف بکنه که ادعای اون شخص بجا هست یا ادعای این پرسنده عزیز ما. اما اگر مسئله قسمی بوده باشد که پرسنده عزیز پرسیده‌اند و در پرسش آمده، در اینجا قابل یادآوری هست به اون عموی بزرگوارشان که این کار اینها چند جنایتی را با خود داره. اولا جنایت تقابل احسان برادرش با بدی، یعنی باید که وقتی که احسان کرد این تعامل نیکی با او در متقابل می داشت. حالا او به جایی که مثلا 270 متر زمین با او خریده، مساحت 270 متر زمین با او خریده، 70 متری او اشتباهاً در وثیقه او آمده، او را هم مدعی میشه و برای خود به جایی که احسان قبلی او را به خاطر داشته باشه و این ناسپاسی صفت بدور از انسانیت هست و خیلی صفت مذموم هست، چی در شریعت و چی در کل در انسان ها از هر دینی که بوده باشند. مسئله دوم در اینجا چیزی که جرمی که هست، جرم قطع صله رحمی است که الله تبارک و تعالی در حدیث قدسی آمده که الله تبارک و تعالی وقتی که مخلوقات آفرید برای صله رحمی که آفریده بود، اما مخلوق به نام قرابتداری، رابطه قرابتداری و خویشاوندی، برای او یادآور چی شکایت نزد پروردگار جل جلاله کرد، چون تقسیم شده می باشه. قسمی که مثلا روح یک مخلوقی است، قسمت های از او در هر یکی از مخلوقات زنده تقسیم شده می باشه. به همین شکل این رابطه خویشی در انسان ها هست، چیزی به انسان ها بخشیده شده، در حیوانات هست، در جنیات هست و در هر یکی از مخلوقاتی که در اونها تولد و تناسل هست، در اونها از این نهاده شده. پس این پیش پروردگار جل جلاله عرض کرد، الله تبارک و تعالی فرمود آیا راضی نیستی که کسی که تو را پاسداری کرد ما با او کارهای از او را پیوند بتم، او را پاسداری بکنم، و کسی که با تو ناپاسداری کرد و تو قطع صله رحمی کرد او را ما
از خود ببرم و کارهای او را از قطع بسازم، یعنی با او تعامل متقابل بکنم با او. پس در اینجا این جرمی بزرگ دیگری است که از جمله جرم‌های از گناهان کبیره به شمار می رود و در سوره رعد الله تبارک و تعالی راجع به این حد جرمی و این یکی از اسبابی که در قیامت افراد به دوزخ کشانده همین قطع صله رحمی هست و ناپاسداری حرمت خویشاونداری و قرابتداری هست. این یکی از جرم‌های بزرگ به شمار آمده. حتی در سوره بقره هم در بعضی علما از آیت الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض از او را هم از او هم برای این مسئله استدلال میکنن. این یکی از جمله جرایم بزرگی به شمار آمده که الله تبارک و تعالی به این شدیداً مذمت کرده. این دو قضیه جرمی هست. سوم جرمی که در اینجا هست، گناه بزرگی که در اینجا هست، مسئله تجاوز بالای بر حریم مالی دیگرها هست و تجاوز ناحق که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کسی من اقتطع مال امرئ مسلم، کسی که مال شخص مسلمان را از بری او به ناحق میکنه، در روز قیامت با همون عذاب میشه. اگر زمینی بوده باشه که به ناحق او را، یعنی قسم و زن طلاق و شاهد به ناحق آوردن و هیچ یکی از اینها مال حرام حلال نمیسازه. بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اگر دو مدعی نزد ما، مدعی و مدعی علیه، دو شخص پیش ما آمده در قضیه دعوا میکنم و ما بنابر تیز زبانی یکی از اونها به نفع او فیصله میکنم. فیصله کی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله میکنم بنابر ظاهر ادله که هست، ولی در حقیقت او مال او شخص نیست. فانما اقطع له قطعه من النار، چیزی نیست که من تیکه پارچه ای از دوزخ برای او قطع میکنم، برای از او ما جدا میکنم، فیصله میکنم. بله. همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که به ناحق چنین کسی که زمین یک بلیستی از زمین شخصی را به ناحق تصاحب میکنه، یک وجبی از زمین شخصی را تصاحب میکنه به ناحق، روز قیامت همین زمین بر او طوق گردانده می شود و تا به 7 طبقه به گردن او طوق آتشین از همین زمین می باشه، ای در او فرو می رود و هم این آتش را می سوزانه. پس این جرم بزرگ است. الله تبارک و تعالی ما و شما و همه اهل اسلام را توفیق نصیب بکنه و از گرفتاری به چنین حالت نجات بده. در مورد زمین خواری تحذیرات زیادی آمده. بله، شدیداً. بیننده بعدی گفتن که تقریباً 8 ماه است که در یک از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و از روزی که آمدم، این پناهندگی گرفتن، کار نمیکنم و دولت آنجا به ما پول میدهد. آیا این پول برای ما درست است گرفتنش یا نه؟ تا به زمانی که یعنی پول کمکی هست، چه شخص مسلمان یا غیر مسلمان، به شخص بنابر ناتوانی و تنگ دستی و انجام میده و از نیازمند هست، اشکالی نداره که از او استفاده کنه. اما این کمک ها در مجموع جزئی از کمک های سازمان ملل که از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مجموع کشورهای همکار در بخش کمک های همکاری های مالی سازمان ملل در او سهیم هستند. یعنی تنها از او کشورها نیست، در مجموع قابل یادآوری است، بلکه یعنی از کمک های کلی در او استفاده میکنن و خود اون کشورها هم در او سهم خود می داشته باشند. این یک مسئله هست که قابل تذکر. مسئله دیگر که این کمک ها در مجموع مقید هست به شرط اینکه تا وقتی که این شخص کار نداره
فرصت کاری برایش میسر نیست با او همکاری می شود. شخص وقتی که فرصت کاری برایش به دست آمد از اون به بعد از این قید بیرون می شود و تا با وقت می توانه که استفاده کنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که مهاجر افغان هستند و در ایران زندگی میکنند و دولت ایران آنها را بسیار اذیت میکند. برای مثال به آنها اجازه کار کردن، تحصیل و درمان را نمیدهد. حال اگر این شخص افغان به صورت مخفیانه کار و تحصیل کنند آیا گناهی بر او هست؟ هیچ اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن آیا فردی که بیهوش می شود و یا در حالت کما است و نمازی از او فوت می شود که در این نماز را عمدن ترک نکرده است، قضای نمازی بر او واجب است یا نه و چه شرایطی دارد اینکه نتونه نماز بخونه؟ در مجموع در چنین حالت قضا بالای از او واجب می باشه اما گناهگار به شمار نمی رود. درست. از قضای نماز گناهگار به شمار نمی رود و در حالت عادی بوده باشه و در حالت توانمندی اگر نمازی را از وقتش قضا میکنه در این صورت یکی از مرتکب گناه کبیره شده. اینجا این شخص معذور می بوده باشه و گناه برای او به شمار نمی رود. اما قضا به هر وجه بالایش لازمی هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که نمازگزار در چه صورتی اجازه باطل کردن نمازش را دارد؟ مثلا فردی در خانه‌اش مشغول نماز خواندن است و ناگهان زلزله می آید. آیا اجازه ترک نماز را دارد؟ یا ممکن است کمد لباس بر روی نوزاد شیرخوارش بیفتد یا اینکه ماری به سراغش می آید؟ در چه صورتی اجازه ترک نماز را دارد و آیا نماز فرض با سنت نیز فرق دارد در این حالات یا نه؟ در مجموع در حالاتی که خطر جانی او بوده باشه، چون حالت مثلا مار یا امثال او پیش می آید گشتم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این صورت فرمان دادن که باید که نماز خود گذاشته او را بکشه و بعد در نماز خود از همون جایی که گذاشته از همون جا آغاز میکنه. یعنی این سهولتی شرعی هست که باید که اول او را بکشه ورنه خودکشی کرده. همچنان در هر حالتی که خطر جانی او بود در او صورت برای او لازم میشه و که جان خود حفظ بکنه تا که این نماز و دیگر نمازها را هم برای الله تبارک و تعالی بخوانه، نه اینکه خدا بدسته در کشت بده. همچنان در صورتی که خطر تلفی مالی عمده بالای از او بود، قسمی که ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه در یکی از سفرها روان بودن و شترشان حتی بندی او با اونها به دستی از اونها بسته بود، شتری از اونها رها شده فرار کرد. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نماز خود گذاشت، رفته شتر خود برگرداند، بسته کرد، سپس در نماز خود شروع کرد. وقتی که اعتراض کردن گفت که ما دین از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفتیم و این یعنی در چنین حالته که در بعد بالای نماز خود قهر بوده باشه باید اینجا این مسئله را حل بکنه و این مشکل خود حل بکنه و سپس نماز خود ادا بکنه. در چنین حالت نماز خود ادا میکنه دوباره. یعنی در حالت اول با این حالت تفاوت داره. این در صورتی که ضرر مالی، ضرر جانی یا ضرر مالی شدید بالای او بوده باشه یا که بالای شخصی دیگری در خطر هلاکت شخصی بوده باشه و تضرر شدید شخصی، در اون صورت بالای همکاری با او لازم هست و سپس نماز خود ادا میکنه. اما قضیه صدا زدن مادر و پدر و اینها در نماز نفلی پذیرایی صدای از اونها درست است، اما نماز فرضی را ادای بر وقتش بالای از او لازم میشه. در جریان نماز فرضی بود بالای او لازم نیست که نماز خدا بگذاره. اما ضرورتی جدی و قطعی از اونها بوده باشه میتونه که به نسبت او برای ادای کاری از اونها بره و نماز خدا در جای دیگری یا که بعد از در وقت خود
در فرصت متأخرتری از وقت نماز ادا کنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا جایز هست نزدیک های نماز صبح نماز تهجد بخوانیم؟ بله، اشکالی نداره، بلکه نزدیک های نماز صبح یعنی 1 ساعت پیش از نماز صبح و اینها افضل می بوده باشه و پیش از البته پیش از نماز برپا شدن جماعت نه، پیش از صبح دم و اذان نماز صبح. بعد از اذان نماز صبح ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و تعدادی از صحابه کرام نماز ویترشان که از شب احیانا میمان ادا میکردند پیش از نماز فجر و بعد از اذان، پیش از نماز فرضی برپا شدن نماز و بعد از اذان. و از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که نماز ویتر نماز شبشان هنگامی که میمان که در ویتر هم در ضمن او بود، او را بعد از در میان طلوع آفتاب تا به زوال آفتاب تا به چاشت ادا می‌کردند و اون بهتر هست. اما این نوع هم از تعداد ادای او بعد از اذان و قبل از نماز در موطأ امام مالک رحمه الله و دیگر کتاب‌های حدیثی از تعدادی از بزرگان صحابه کرام ثابت شده، لذا در ما گفته نمیتوانیم که کسی که چنین کاری را انجام داد به اشتباه رفته باشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا درباره تعویض گرفتن سوال کردن که گفتن آیا برای وجود آوردن مهر و محبت بین زن و شوهر درست جایز هست تعویض بگیریم یا تعویض گرفتن گناه است یا نه؟ و همچنین اگر کسی وسوسه داشته باشد میتونه بره پیش یک شخصی و تعویض بگیره تا خوب بشه؟ در مسئله اول چند شاخه داره. اگر به خاطر مایل ساختن محبت به سوی یکی و دور ساختن او از دیگری بوده باشد، به اتفاق همه در چنین حالت حرام و ناروا است. در اصل تعویض گرفتن ها اکثر تعویضهای شرکی می بوده باشه و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تعلق تمیمه فقط اشرک، کسی که تعویض آویزان میکنه البته شرک ورزیده. تنها تعویضهایی که برای واهمه و این چیزها برای اطفال از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بعضی صحابه کرام آمده و تعداد دیگری از صحابه کرام اونها را منع قرار دادن. دیگه در مجموع این تعویضها و چنین حرکت های از نوع کمک خواستن با جنیات و شیطان ها خالی نمی بوده باشد. لذا بنا بر همین است که مولای جادوگر در حکم شریعت کافر می بوده باشد. یعنی شخصی که جادوگری میکنه در حکم شریعت خود هر نامی که میگذاره یه عملی او عملی کفری به شمار میره و او شخص حتی از جمله چیزایی است که در شریعت حکمی از او اعدام هست، یعنی به عرف فعلی حکمی شرعی چون ملا و عالم یا که دانشمند هر آنچه که بگویی که دانشمند علمی جادویی، این حکمی شرعی او قتل هست و این کاری او از اعمال کفری که حتی بسیاری از علما او را از جمله کفری اکبر میدانند و در قرآن کریم در سوره بقره الله تبارک و تعالی را مذمت کرده بر چیزی که ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیه السلام که بعضی ها تعلیم جادو را اصلش به او نسبت میدن، میگه الله تبارک و تعالی میگه که این نسبت کاملا دروغ است. سلیمان علیه السلام هرگز کفر نکردن، لیکن شیطان ها کفر کردن، کافر شدن که به مردم جادو می آموختند. پس این مسئله یعنی قطعی است و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث حد الساحر ضربة بالسیف این قضیه هست. لذا از این باید که به تمام وجوه خودداری کرد. اما دعایی میخوانه که خودش هست و شوهرش هست بدون از اینکه صدمه به شخص دیگری وارد بکنه، محبتشان بیشتر بوده باشه و با تعامل خوب و نیکوی خود اونها را
او را به خود گرویده می سازد، در این هیچ اشکال شرعاً وجود نداره. حتی در این حسن تعامل هم باقی دیگر هم که داشته باشه هیچ نوع اشکال شرعاً وجود نداره. حتی در امهات المؤمنین بود که مثلا زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها و ام سلمه رضی الله عنها بعضی خوشخویی های اضافی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن و هیچ شرعاً اشکالی در این وجود نداره. اما روی آوردن به آخوندها و ملاهای جادوگر و همچنان بالاتر از او به هندوها و سیکها و اونها این چیزی از روی کرد به کفری هست که شخص دست آمدش هیچو، دست آمدش جرم و خودش هم مرتکبی کفر شده. الله تبارک و تعالی از او نگه بداره. مسئله بعدی چی بود؟ در مورد کسی دچار وسواس شده است میتونه پیش ملا بره؟ بله، دچار وسواس شده از الله تبارک و تعالی برای از راه آموخته که از الله تبارک و تعالی نماز خوانده دعا میکنه. لازم نداره که همیشه ما رابطه خود با پروردگار با ملا پیوند بدیم. درست. باید رابطه خود با پروردگار اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. الله تبارک و تعالی میگه من قریب هستم، اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. که بنده های من راجع به من میپرسن من نزدیک هستم. وقتی که از ما چیزی طلب میکنن من طلب از اونها را میپذیرم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. باید که از ما پذیرایی کنن، احکام ما را بپذیرن و به ما ایمان بیارن. این نکته مهم هست. با ایمان داشته پس همیشه ما رابطه خود با پروردگار با ملا ربط ندیم. دین مبین اسلام این رابطه شخص بنده با پروردگار را از طریق ملای یا از طریق شخصی دیگر کاملا منع ساخته، این را مسدود ساخته. و این چیزی است که از کهنوت مسیحی ها آمده، از هندوها به مسلمان ها سرایت کرده، از بعضی های دیگری از الله تبارک و تعالی دور کرد نماز خدا بخوان، از الله تبارک و تعالی با قلبی پر از درد و پر از نیایش و تواضع از او حاجت بخواه. الله تبارک و تعالی حاجت تو را برآورده می‌سازه. اگر شخصی بود از اهل صلاح بود از اون هم طلب کن که برای تو دعا بکنه. یا یک شخص ضعیف و مستضعفی بود که تو ظاهرا هیچ صلاحی در او نمیبین، میشه و حالت امام مستضعفی از او الله تبارک و تعالی دعای او را درباره تو بپذیره و امثال پس از الله تبارک و تعالی مستقیم طلب بکنه و خدا وابسته به برگه های تجارتی ملاها و آخوندها نسازه که از اونها کرده. اما برگه های هندوها به بسیاری ها بیشتر تأثیر میکنه. اگر نه او تأثیر داره نه ای، ولی شیطان شما را وادار میسازه تا اینکه خدا به جای پروردگار جل جلاله با یک برگه وابسته بدانه و خدا به او ارادتمند بدانه، نفع و ضرر خدا از او به او وابسته بدانه. و این چیزی هست که رابطه تو را با پروردگار ضعیف میسازه و در نوعی از انواع شرک و دروازه از دروازه های شرک تو را وارد میسازه. الله تبارک و تعالی از این نگه بداره. اینجا پناه خواستن از الله تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دعاهای دیگری که در اینجا آمده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم داده، اونها را میتونه که بخوانی و از الله تبارک و تعالی حاجت خواهی بکنی. هیچ یکی از اونها را ندانستی، زبان تو را پروردگار میدانه، میشونه و تو به زبان خود حاجت خدا، قسمی که دلت هست، قسمی که به تو پیش شده از ته دل بخواه. هیچ لازم نیست که به زبان عربی او را بگویی، درست، به زبان دیگره. پس با زبان خود با پروردگارت نیایش که الله تبارک و تعالی میپذیره ان شاء الله. چون خیلی من فکر میکنم دعا باید عربی باشه و برای همین هم میرن به ملا مراجعه میکنن. مثلا این اشتباهی برداشت، اشتباهی تصور هست، بلکه بسا اوقات دعای عربی به شخص فایده نداره. چون نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چون در حدیثی آمده که میگه الله تبارک و تعالی دعا را قبول نمیکنه مگر از قلبی آگاه. شخصی که چیزی میخونه که هیچ
نمیدونه چی میخوانم. اصلا اونجا دلی او رابطه قلبی با دعا و با پروردگار جل تماس قلبی مستحکم با پروردگار جل جلاله در دعا، این نکته بسیار مهم است. درست. و لذا وقتی که اینجا زبان عربی را در دعا داخل ساختن، گویا لازمی بعض ملاهای تجارت پیشه یا دیگرهای این را لازمی ساختن، یعنی شکی نیست که اولا هست کسی که آگاهی داشته باشه به زبان عربی، بله. اون لذتی که در دعا به زبان عربی و در دعاهای مأثور هست در دعا به غیر از اون نیست. درست. ایده درک میکنه. اما عام مردم که آگاهی نداره با زبانی که میدانه با الله تبارک و تعالی نیایش بکنه که از قلبی پر از آهی او بسا اوقات الله تبارک و تعالی دعاهایی را میپذیره که هزاران الفاظ عربی دانها و عربی ها را هیچ در برابر هیچ ارزشی نیست، نمیدهد و هیچ ارزشی نداره نزد او. درست. جزاکم الله خیر. بیانه بعدی پرسیدم من تقریبا 15 سال پیش تصادف کردم، با ماشین سنگین بودم و طرف با ماشین کوچک بود فوت کرد. میگویم من الان باید 2 ماه روزه بگیرم و مقصر من نبودم، آیا میتوانم کفاره بدهم؟ در مجموع موضوع نسبت تقصیر میتونه که محکمه در اونجا تثبیت بکنه و اصل در این است که این از جمله وقتی که عمدی نبوده باشه از قتل خطا به شمار میره و برای این که هر کس قتل را انجام داده ادعای خطا را نکنه، در مجموع حالاتی که از قبیل قتل خطا به شمار آمده یا شبه عمد یا قتل خطا، در اونها شریعت دیت تعیین کرده که 100 شتر هست دیتی و کسی که توان ایران نداشت یا مبلغ معادلی 100 شتر که تفاوت میکنه، 40 او به یک انداز است، 30 او به دیگر، 30 دیگر، یعنی این ظاهرا قتل خطا بوده که به دیه نرسیده، فقط بهش گفتن 2 ماه باید روزه بریم. بله، در صورتی که توان نداشت باز انتقال میکنه به چیز. در سوره نساء الله تبارک و تعالی بیان میکنه که فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. کسی که توان نداشت که دیت را پرداخت بکنه یا این که برسه او معاف میکنن، از دیت میگذارن و پس در اینجا 2 ماه پی در پی روزه میگیره. در اینجا گزینه سومی به نام فدیه وجود نداره. فدیه‌ای که در اینجا بود فدیه همون دیت بود. بله. وقتی که اون از اون گذشت شده یا با حالت چیز نشده، ما قضیه که اونها دیت حکم نکردن نمیدونم بر چی مبنا هست. بله. اون مسئله بررسی معروف به قتل غیر عمد دیگه. میدونم قتل غیر عمد دیت داره، از خود قصاص نداره اما دیت داره. درست. دیت که یعنی پول ارزشی قیمت 100 شتر هست، این دیت قتلی خطا است. یعنی باید روزه بگیره و راه حل. بله، باید روزه بگیره و باید که روزه پی در پی بوده باشه، یعنی در 2 ماه هیچ افطار نکنه. اگر افطاری کرد پس این 2 ماه از در روزی از اول شروع میشه، پس 2 ماه جدید گذشته همگی غیر معتبر قرار میگیره تا اینکه ارزش جان انسان برایش معلوم شود و در اینجا چیزی برای او، یعنی پندی برای او بوده باشه. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر
فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك